غریبی غربت شام و یمن نیست، غریبی دوری از شهر و وطن نیست، غریبی کنج لحد و زیر خاک است که آنجا جز من و اعمال من نیست، که آنجا جز من و اعمال من نیست. متاسفانه اکثر جوانان ما امروزها غریب هستند و در دیار مردمی بیگانه به سر میبرند. خصوصا در شهرهای روسیه خیلی بسیار هستند. 5-8 نفر یک منزل را کرایه میگیرند و در آن یک جای زندگی میکنند. از آن جهتی که بعضی آنها در چنین زندگی یک جایگی و با مزاج و طبیعت گوناگون دیگران عادت نکرده اند، در بین آنها نافهمی ها خیلی زیاد می شود. حتی یکدیگر را دشنام و حقارت های فحش کرده به این و آن تهدید می کنند. از یکدیگر می رنجند و خفه می شوند و بعد از آن در کدام مجلس و محفلی که می نشینند این ماجرا را نقل کرده یکدیگر را غیبت می کنند. مراجعت و پیام من برای همین گونه برادران است که در چنین زندگی یک جایگی صبر و تحمل ندارند، ولی می خواهند که یک جای زندگی کنند و کرایه منزل را کمتر دهند. اولا این که اگر نمی توانی که یک جای زندگی کنی، خودت علاهیده منزل را کرایه بگیر. ولی اگر نمی توانی به تنهایی منزل را کرایه بگیری، پس در زندگی یک جایگی از آزار و اذیت دیگران و هر چیزی که برای تو از آنها نافارم و ناپسند است صبر و تحمل داشته باش و اجر و ثواب آن را از پروردگارت امید بکن، چون که این یک چیز ناممکن است که یک انسان گفتار و کردار خود را 100% به مزاج و طبیعت همگان موافق کند. مزاج و طبیعت مردم گوناگون است. یک گفتار یا کردار تو اگر به کسی پسند آید، برای دیگر البته ناپسند است. در چنین زندگی یک جایگی پیش از آنی که از کسی می رنجی و خفه می شوی، این حدیث گوهرباری پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را به یاد داشته باش. ابن ماجه با سند حسن از عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: مؤمنی که همراه مردم زندگی می کند و در آزار و اذیت آنها صبر می کند بهتر است از آن مؤمنی که همراه مردم زندگی نمی کند و در آزار و اذیت آنها صبر کردن نمی تواند. برادر عزیز، آیا تو نمی خواهی که مستحق این تعریف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشی؟ تو که دعوا می کنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را دوست می داری، پس در چنین زندگی یک جایگی هرگز از خشم و غضب کار نگیر. هر چیزی را دنبالگیری مکن. نسبت کسی کینه ای را در دل جای مده. بسیاری چیزها را چشم پوشی بکن تا مستحق این تعریف پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باشی. وقتی گفتار و کردار کسی برای تو ناپسند است و از آن شکایت داری و به همین خاطر از او میرنجی و خفه میشوی، این را یقین بدان که گفتار و کردار تو هم 100% موافق مزاج و طبیعت دیگران نیست و بعضی گفتار و کردارهای تو هم برای دیگران ناپسند است، اگرچه تو به آن اعتراف نداری. اگر انسان این را یقین بداند، هرگز از کسی نمی رنجد و هرگز از کسی خفه نمی شود. خداوند وطن ما را آباد بگرداند و همه مهاجران دور از وطن را به نزد اهل و عیال و پدر و مادرانشان بازگرداند. پروردگارا، در بین برادران ما الفت و محبت را ارزانی بدار. همدلی و یکدیگر فهمی را برایشان عطا فرما. آمین یا رب العالمین. و السلام علی من اتبع الهدى. خدا را
را وقت سختی میشناسیم، به هنگامی که در ترس و هراسیم. چو سختی و مصیبت برطرف شد، خدا را غافلیم و ناسپاسیم. خدا را غافلیم و ناسپاسیم.